ببینید من به عنوان یک معلم روزانه چه چیزایی رو با خودم توی کیفم حمل می‌کنم. اول از همه مقدار بسیار زیادی قهوه که بتونی یک روز 8 ساعته رو تحمل کنی و بگذرونی. مقدار زیادی خوراکی که الان دیگه تموم شده، عینک آفتابی، قرص اعصاب و رفت، کرم دست، یه دونه قاشق تنگا برای مواقع ضروری، چون هر لحظه ممکنه که توی مدرسه یه خوراکی بدن که تو دوست داشته باشی از قاشق تنگا یه بار مصرف استفاده کنی. شارژر، کیف کارت، خرما به مقدار زیاد، چون هر لحظه ممکنه که از فشار و استرس و هرس خوردن فشارت بیاد. کیف مدارک ثانویه، کیف مدارک ثالثیه، عطر، نخ دندون، شکلات اگر بازم فشارت افتاد، عطر مجدد، آدامس، قاشق پشتیبان، ماژیک، خودکار، دوباره شکلات، حرف نزن مهدیه. ببخشید نداره، پاشو برو از بیرون. هیچی نگو، پاشو از بیرون. پاشو از بیرون. من با شما نبودم. شما پاشو از بیرون. نه. اعتراض داری شما؟ اگر اعتراض داری شما بفهمید. میتونی به هر کسی اعتراض داره میتونی برید. مشکلی نیست؟ پس ادامه بدید. یه لحظه ریحانه. الان واقعا هیچ کس مشکلی نداره؟ پاشو برو بهش بگو بیا. بفرمایید تو. داشتم چالش می‌گرفتم. قبلش هم با مهدی هماهنگ کرده بودم. از من بعید این رفتارا. بچه‌ها با این چالش می‌خواستم این درس رو امروز بهتون بدم که اگر می‌بینید به ناحق داره به کسی زور گفته میشه یا داره به کسی ظلم میشه، مهم نیست اون فردی که داره ظلم میکنه در چه جایگاهیه یا اون فردی که داره ظلم میبینه در چه جایگاهیه. شما به عنوان یک انسان وظیفه دارید فارغ از منافع خودتون، وظیفه دارید که از این کار جلوگیری کنید. من زمانی که گفتم کسی مشکلی داره برای این بود که این معیار رو بسنجم توی شما و ببینم که تا چه حد این ویژگی توی شما پرورش پیدا کرده که متاسفانه همچین چیزی ندیدم. 5 تا از هزینه‌هایی رو بگم که معلم‌ها باید از جیب خودشون برای شغلشون داشته باشن، اما هیچ وقت در موردش صحبت نمیشه و متاسفانه هیچ وقت به چشم نمیاد. اولیش هزینه لباس، فرم اداری و کیف و کفش هست که قیمت یک فرم اداری برای خانم‌ها معمولاً از 5 میلیون تومان به بالاست. هزینه‌های کیف و کفش رو هم اگر بخوایم اضافه کنیم، برای یک دست مانتو و شلوار اداری و کیف و کفش اداری حداقل باید بین 10 تا 15 میلیون هزینه کنیم. اکثر ادارات این هزینه رو به عنوان حق لباس توی فیش حقوقی کارمنداشون محاسبه میکنن که متاسفانه آموزش و پرورش این آپشن رو نداره. دومیش هزینه رفت و آمد هست. اکثر معلم‌ها توی یک شهری جدای از شهر خودشون یا با مسافت زیاد از مدرسه‌شون هستن، مخصوصا اگر سالهای اول تدریسشون باشه. این هزینه هم معمولا توی ادارات دیگه به عنوان حق ایاب و ذهاب توی فیش حقوقی کارمندان لحاظ میشه که معلم‌ها از همچین حقی برخوردار نیستن. سومیش هزینه گوشی، لپتاپ و وسایل الکترونیکیه که یک معلم باید از جیب خودش هزینه کنه، اینا رو تهیه کنه، تولید محتوا کنه، مخصوصا اگر که اون سال تحصیلی یا تعدادی از روزها مجازی باشه که این هم متاسفانه هیچ جایی به چشم نمیاد و حساب نمیشه. و چهارمیش هزینه لوازم التحریر و وسایل و برگه‌ها و خودکارهایی که یک معلم در طول سال استفاده میکنه. این هزینه هم بر عهده خود معلم هست و خودش باید همه اینا رو تهیه کنه، چه بخواد سوال امتحانی طرح کنه، چه بخواد برای بچه‌ها تکالیفی رو مشخص کنه و چه مسائل دیگه.
پنجمین مورد رو تو بهم توی کامنت ها بگو. چه هزینه‌هایی هست که یک معلم باید از جیب خودش بکنه ولی هیچ وقت به چشم نمیاد و بابتش حقوقی دریافت نمیکنه؟